سلام خانوما، وقتتون بخیر باشه. من امروز اومدم در خدمت شما باشم با یک کار آموزشی دور شمعی. من برای کار دور شمعی از یه دونه شیشه، حالا میتونه مرباخوری باشه، سس باشه، استفاده کردم و برای این کار از دور کارمون رو اندازه میگیریم و به اندازه دور کارمون یک کار کش سفید که من الان شما مشاهده میکنید کار کردم. چرا کار کش استفاده کردم؟ کار کش خب خیلی راحت تره چون حالت ارتجاعی داره. بعد شما میتونید برای شستشوش کش رو در بیارید و کارتون رو شستشو بدید. و یک مورد دیگه هم اینه که شما میتونید اگر دور شیشه‌تون به هر حال به شیشه‌های دیگه بخوره، چون حالت کشی داره، شما میتونید برای شیشه‌های دیگه هم استفاده بکنید. برای این کار من از نخ مکرمه نازک مخصوص دور شمعی استفاده کردم و به اندازه 70 سانتی متر من اون نخم رو برش زدم و به اندازه تعداد، البته اونم باز بستگی به قطر شیشه‌تون داره که تعداد نخاتون چقدر باشه. من برای این کار از 20 تا نخ 70 سانتی استفاده کردم. میام این کارم رو که تو آموزش‌های قبلی براتون آموزش داده بودم از گره کله گنجشکی استفاده می‌کنم و نخام رو داخل این بند قرار میدم. خب بعد که ما اینو قرار دادیم، میتونید شما از طرح‌هایی که خب به هر حال سلیقه‌ایه، شما میتونید از هر نوع گره‌ای رو که خود دوست داشتین رو استفاده بکنید و کار شمعتون رو انجام بدید. من حالا اومدم از کار گره مربع 3 تا کار گره مربع توی هر بندم استفاده کردم که اون رو توی آموزش ها گره ها رو برای شما کامل گذاشتم. میام 3 تا گره مربع من میزنم اینجا برای ابتدای کار دور شمعی. خب من این نمونه رو که زدم، این رو هم قبلا زده بودم که آماده باشه و سرعت کارمون رو ببریم بالا. خب حالا من میام یک بند دیگر رو به ابعاد همین 70 سانت خودمون برای گره مدادیمون استفاده میکنم جدا. ببینید من دور قطر شیشه رو به شما نشون میدم که من این کار رو میخوام جدا با یه نخ دیگه که خط راهنمام هستش ازش گره مدادی ازش استفاده کنم. من در ابتدای کارم یک از بندامو به یک از بندای دیگه من گره میزنم و از خط راهنمام که این نخم بود جداگونه، اون رو خط راهنما استفاده و گره مدادیم رو میزنم برای اینکه خط بندازم و کار بافتم و از قسمت بالا جدا کنم. ترتیب شما میتونید کار مدادیتون رو، گره مدادیتون رو دور تا دور شمعتون کار بکنید و قسمت بالای گره‌تون رو از قسمت پایین جدا بکنید و یک مدل رو به کار دور شمعیتون بدید. خب عزیزان، همونطور که مشاهده میکنید من گره مدادیم رو دور تا دور کار دور شمعیم کار کردم و به این مرحله رسوندم. خب فقط یک نکته ای رو که من اینجا خیلی مهمه باید من به شما دوستان عزیزم بگم و این هستش که شما اگه دقت کنید فضاهای بین این کارای دور شمعیمون یه خورده خالی مونده. من اگه میخواستم خیلی اونا رو به هم بچسبونم خیلی دور شمعیمون کج و کله وای میستاد، ولی شما میدونید به همون تعدادی که واسه یه دونه نخ به هر حال مربع شما قسمت بالا کار کردید، فضای بین اونها رو شما خالی بذارید و از نخی به اندازه همون 70 سانت خودمون و اون فضاهای خالی رو باز من دوباره با یه نخ دیگه پر میکنم تا بتونیم گره های پایینی رو باشون ادامه بدیم و فضاهای خالی رو پر کنیم که اون حالتی که به هر حال میخواست کج و کله وایسته رو ما اون ایرادش رو رفع بکنیم. من حالا دور تا دور اینا رو ما بینش و فضاهاشو خالی گذاشتم و
نخ‌ها رو بهش اضافه میکنم و ادامه کار درشمیمون رو انجام میدم. خب من این نخ‌های بندی رو ما بین این گره هامون گذاشتم دور تا دور و ادامه کار رو باز با یک کار گره دیگه من به اتمام میرسونم. من فقط میخوام عزیزای دلم یه دونه فقط کار گره مربع رو اینجا بزنم که حالت توری بده به کار درشمعی ما. میتونید حالا واسه تزیینش یه نخی رو ما بینش، یعنی هر بین یه دونه گره ما یه دونه نخمون رو رها کنیم و بریم سر یه دونه گره دیگه از گره های مربع. من دوباره یه دونه نخ رها میکنم و با 4 تا دونه نخ دیگه گره مربعم رو کامل میکنم. گفتم عزیزای دلم شما میتونید از هر گره‌ای، از هر روشی که دوست داشتین گره هاتون رو بزنید و یک جاشمعی فوق‌العاده زیبا و خیلی رمانتیک رو برای عزیزانتون، برای دخترتون، برای اتاق دلبنداتون و حتی برای هدیه و حتی برای داخل آشپزخونه برای جای حبوبات ست کنید و از این کار زیبا و کاملا سنتی استفاده کنید. من کم کم دارم به انتهای کارم نزدیک میشم. خب من کار گره مربعمو دور تا دور کار زدم و در انتهای کار ما به قیچیش میرسیم. شما میتونید کارتون رو در انتها شیشتون رو بگیرید و انتهای کار اتمامی که به کفی شیشتون هست کارتون رو برش بدین و نخ‌ها رو به این حالت بذارید آویزون بمونه و قیچی میزنید و ریشه هاشو به همین صورت آویزون نگه میدارین. امروز اینم کار درشمعی ما که به شما عزیزان قولش رو داده بودم. امیدوارم که از این کار آموزشی لذت ببرید. هر جایی که هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.